سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه نکته خیلی مهم در خرید ملک اینه که شما وقتی برای مثال یک اتومبیل رو میخواهید بخرید، یه درصدی از قیمت اتومبیل رو به این افرادی میدید که میان اتومبیل رو براتون کارشناسی میکنن، چه از جهت فنی و احیانا از بابت قیمت. چجوریه که وقتی شما ملکی رو میخرید خودتون رو بی‌نیاز از کارشناسی میبینید؟ مسئله که خیلی مهم اینه که اکثر مردم فکر میکنن همون بنگادار یا واسطه معامله میتونه فرد مناسبی برای کارشناسی قیمت ملک یا کارشناسی فنی ملک باشه، در حالی که شغل اون بنگادار اقتضا میکنه که کارشناسی دقیق هیچ وقت برای شما انجام نده، چون بعضی از اونها با یکی از طرفین معامله از قبل هماهنگی‌هایی میکنن. و پس بهتر اونه که شما حتما پس از این که تصمیم به خرید ملکی کردید، از یک بنگادار دیگه که ذینفع تو معامله نیست به عنوان کارشناس قیمت ازش کارشناسی مربوطه رو بگیرید. و به جهت حقوقی و مسائل سندی هم بهتره که از مشورت یک وکیل دادگستری یا یک سردفتر اسناد رسمی بهره ببرید که یک معامله خیلی عالی و بدون نقص رو داشته باشید. ضمناً هر گونه سوالی داشتید و یا اینکه خواستید مشاوره تلفنی و آنلاین بگیرید، پیشنهاد میکنم که به سایت ما، سایت حق با تو مراجعه کنید که لینک اون رو در پایین ویدیو برای شما قرار دادیم. موفق و پیروز باشید.